شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینها صادقانه رفتار کردند. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه. یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. دیگه بالاتر از چی میشه؟ شهیدان به ما میگویند یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این راهی است که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد. راه خداست دیگه. در این راه بایستی ثابت قدم بود، در این راه بایستی با قدرت حرکت کرد، در این راه باید متزلزل نشد با وسوسه های دشمنان. ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد خود، اتفاق خود، انگیزه خود، تلاش خود رو بیشتر کنه. پیام شهیدان ما اینه.